ملت صاحب تمدن تاجیک در تمام عصر و زمانها هیچگاه از کتاب و کتابخوانی دور نبود. به این پیش از همه مثال شده میتواند که گذشتگان ما و حتی در هر عائله ما همچون رسم کتاب به زیر بالین کودکان گذاشته می شدند که این یک ارزش والا داشتن کتاب را در فرهنگ مردمی ما انعکاس می نماید. باعث افتخار و فرهمندی کل زیاییان تاجیک است که طول 4 سال است توسط سیاست خردمندانه، معارف پرورانه و فرهنگ دوستانه سرور معظم کشورمان پیشوای ملت محترم جناب عالی آزمون فروغ صبح دانایی راه اندازی گردیده است. برای در سطح بلند آماده گردیدن داوطلبان آزمون از آنها زحمت خیلی زیاد تقاضا کرده می شود. یعنی طوری که معلوم است آزمون از روی نامیناسیون ها راه اندازی می گردد و در هر یک نامیناسیون طلبات آن مقرر کرده شده است که داوطلب آزمون باید چقدر مصرش، چقدر بیت شعر از یاد داند، چقدر کتاب‌های نثری و نظمی را مطالعه کند، از نظریه ژانرها آگاهی کامل داشته باشد و تواند که آن چیزی را که خود مطالعه کرده است برای دیگران نیز دسترس نماید. ناگفته نماند که در طول فعالیت آزمون چند نفر از شاگردان ما در این آزمون سزاوار جایهای نمایان گردیده بودند. طور معلوم است در سال 2020 شادیه و فرخنده از روی نامیناتی ادبیات کلاسیک تاجیک، ماهینه احمدزاده از روی نامینه ادبیات معاصر تاجیک در آزمون سزاوار جای سوم گردیده بودند. همچنین در سال گذشته یکی از شاگردان کمینه که در برابر درس گرفتن از آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه لیسه رقم 1 ناحیه وخش همچنین با ما همکاری داشتند. از کمبودی های خود، از بعضی کم تجربگی های خود که در روند آزمون ظاهر می‌گردید پیوسته با ما همکاری داشتند. پی اصلاح نمودن نارسایی های خود سعی می‌ورزیدند، از مصلحت های ما استفاده می‌کردند. در سال گذشته سزاوار جای دوم گردیدند از ولایت ختلان در نامیناتی ادبیات کلاسیک تاجیک و خیلی خرسند هستیم که در سال جاری نیز در برابر دیگر دانشجویان یکی از شاگردان من عظمت استانایف عظمت نیز سزاوار جای افتخاری گردیدند و ما البته از این موفقیت باز هم روح بلند گردیده سعی می‌ورزیم تا در سالهای آینده باز هم به جایهای نمایانتر نایل گردیم. همچنین باعث افتخار ما است که در سال جاری 3 نفر دانشجویان دانشگاه از جمله از سیاحت شکور و از فاکولته شیمی و بیولوژی و 2 نفر شاگردان فاکولته فیلولوژی تاجیک سفر جمعخان و همچنین میرکزاده مرادعلی از روی نامیناسی‌های ادبیات معاصر تاجیک و ادبیات بچگانه در آزمون سزاوار جای سوم گردیدند.